در روسیه با تصویب قانون اجازه شد که افراد زندانی و مهاجران کاری به ارتش فرستاده شوند. در تاجیکستان مرکزهای آموزش بیناکاران برای کار به روسیه تشکیل می شود. در امسک یک مرکز لوجستیکی فروش سبزیجات تاجیکستان افتتاح می شود. پیشنهاد اخراج روسیه از شورای امنیت سازمان ملل متحد در کنگره آمریکا. در روسیه با تصویب قانون اجازه شد که افراد زندانی و مهاجران کاری به ارتش فرستاده شوند. در این باره در بریفینگ معاون سردار سرایاستی اپراتیوی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین الکسی گروموف خبر داد. گروموف گفت در کوتاه مدت کوشش‌های اساسی دشمن به اجرای وظیفه استراتژی تأسیس نظارت کامل از بالای ولایت‌های دونتسک و لوگانسک روانه خواهند شد. برای تامین برتری در جنگ کرملین نیروی خود را افزایش می‌دهد. از جمله دعوت کردن نفرانی که در زندانها ادای جزا میکنند یا داغ سوده دارند به ارتش روسیه میپیوندند. تنها آنهایی که برای جنایت‌های وزنین، برای خیانت به وطن، جاسوسی و تروریسم محکوم شدند به این قانون شامل نیستند. غیر از این در زمان آسایش‌تن نفرانی که دارای دو شهروندی بودند به خدمت حربی فرستاده میشوند. این تغییرات اساساً به جلب مهاجران کاری در روسیه قرار داشته به خدمت حربی نگرانیده شده است. حالا در روسیه حدود 6 میلیون نفر خارجی به سر میبرند که اکثریت آنها مهاجران کاری از ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ارمنستان و آذربایجان تشکیل میدهند. از شماره عمومی مهاجران تقریباً 2 میلیون و 700 نفر را مردان سنی حربی تشکیل میدهند. گروموف افزود که موج نوی سفربرکنی در روسیه ماه ینور آغاز میشود، اما در این باره رسما اعلان کرده نشده است. انجمن ملی بیناکاران فدراتیوی روسیه قصد دارد در تاجیکستان مرکزهای آموزش بیناکاران برای کار در روسیه تشکیل کند. سازشنامه داخلدار میان اسوسیاسیون ملی بیناکاران نوسترای و وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان دیروز 14 دکبر به امضا رسید. گفته می شود در این مرکزها اساسهای کسب را آموخته بعد سپاریدن امتحان شهادتنامه کسبی گرفتن ممکن است. این شهادتنامه برای دریافت معاش بلندتر در روسیه مساعدت می‌کند. شهر امسک روسیه و ولایت ختلان تاجیکستان یک سازشنامه همکاری امضا کردند که بر اساس آن در امسک یک مرکز لوجستیکی افتتاح می شود. این مرکز لوجستیکی از تاجیکستان سبزیجات و میوه‌های تر و تازه را با نرخ ارزان قبول می کند. مرکز لوجستیکی مساحت 35 هکتار را در بر گرفته در چهارراه‌های منطقه‌های چرلک و نوسیبیرسک ساخته می شود و در موسم تا 300 ماشین بارکش قبول می کند. در بین محصولات‌هایی که داده می شود بیش از همه کارتوشکا، پیاز، سبزی، لبلبو و لیمو خواهد بود. مرکز فروت سیتی نامیده می شود. در ایالات متحده آمریکا دو قانونگذار که ریاست یک سازمان مستقل حقوق بشری دولتی را به عهده دارد قطعنامه را به کنگره ارائه کردند که در آن از جو بایدن رئیس جمهوری این کشور خواسته شده است تا روسیه را از شورای امنیت سازمان ملل متحد خارج کند. کمیسیون دو حزبی هلسینکی پیشنهاد میکند رسما تایید شود که جنگ تهاجمی فدراسیون روسیه علیه اوکراین اهداف و اصول سازمان ملل را نقض میکند. در این باره فورنگ پالیسی خبر داده نوشته است که متن قطعنامه را در اختیار دارد. گفته نیست در ماه اکتبر کمیسیون هلسینکی به انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده مراجعت کرد تا به موقع روسیه به عنوان عضو دائمی شورای امنیت درخواست اعتراض کند. اکنون استیو کوئین دموکرات و جو ویلسون جمهوری خواه میگویند که روسیه اصول و هدفهای سازمان ملل را نقض کرده و حق این کشور برای حضور در شورای امنیت را زیر سوال برده است. کارشناسان در مورد امکان واقعی اخراج روسیه از شورای امنیت شبهه دارند، زیرا سازمان ملل در قانونهایش هیچ ماده‌ای را که اجازه اخراج یک عضو دائمی را بدهد ندارد. برای حذف یک عضو باید به قانونهای سازمان اصلاح وارد کرده شود، اما برای اصلاح قانونها رضایت همه اعضای دائمی شورای امنیت ضرور است. بنابراین روسیه می تواند این پیشنهاد را ویتو کند.